روایت است که عبدالله بن عمر رضی عنه خواستش، بسیار یک خانم زیبا داشت، دوستش هم داشت. در جهاد ای ذره سستش کرده بود، در جهاد سستش کرده، مانعش هم نشده. عمر رضی عنه گفت خانم تا طلاق بده، امر کرد، گفت ما پدرت هستم میلش. گفت دلیلش همیست که در جهاد ترا سست کرد. گفت نه یار، قبول نکن. رفت شکایت کرد بر رسول الله سلام، از بچه خود شکایت کرد. او خود رسول الله سلام خود رئیس بود، نه رئیس دولت بود. گفت یا رسول الله من بچه من میگم طلاق کو نمیکنم. شاید پرسان کرده باشه پیمبرم چرا؟ گفته بعد از عمر خواست عبدالله را، گفت که پدرت چی میگه؟ گفت میگه این تو. گفت اطیع اباک، گفت از پدرت اطاعت کن. آفرین از اون، یعنی خانم بسیار بر انسان شیرین والله، قساخت است. رفت خانم خود طلاق بود، برو طلاق است، طلاقش داد به خاطر الله، خاطر که در جهاد سستش کردم. حالا ما را میگن میگه پای چوچای بالا رو نزنی، خب که باز ما خراب میشه. کلگی میگم، مادرم میگم، پدرم میگم، شعله تا بخو پرده تا بکو، شعله تا بخو پرده تا بکو. نگفتیم که کارا رو نکنی، دیدی هیچ کس به دردت نخورد. ما میگم خود دیگه این میخو گپ اسلام میست، ما میکنیم نمیشه. گفتم مجبور هستم. گفت کی مجبورت کرده؟ تو من الله خود میشه. از او سنم میترسم، هم از ایسو میترسم، از او بندی خانه میترسم. او بندی خانه را شدید میدانم، خیر ای بندی خانه گمش کن. این جدایی خانم آسان است، اونجا را با چی میکنی؟ والمسر غدا في أيدي أنجاس سبوه وقرحوا والقدس ثكلى لا مجيب لصوتها وبكل قطر من بلاء مطرح هبوا إلى الفردوس لا ترضوا بما دون الجنان منازلا أو تبرحوا فالله يجزي من آتاه مجاهدا نعم الثواب وخير أجر يمنح يا فوز من نال الشهادة صادقا قد أفلحوا والله هم قد أفلحوا يا فوز من نال الشهادة صادقا قد أفلحوا والله هم قد أفلحوا